رفیق خوب برش باشید. متاسفانه در فرهنگ ما سیاست باید داشته باشیم. سیاست هم چیست؟ که اولاد بترسن از خود مادر. اگر نمیترسن باش که پدرت آمد باز مکتت کار دارم. تو اول وقتی میگی باش که پدرت آمد خود خود صفر اضافه یعنی من جانم نیستم. یک کسی از بنام پدر بازو گفت میزنه. او هم چی؟ او لطه بلد است. این نشد رفاقت. اولاده که در خانه لط کردی خانه رو برش زندان جور کردی و او از خانه فرار میکنه. اون تمایلش به بیرون پیدا میشه. ما و شما اولین تلاش مایی باشه خانواده را به یک بهشتی تبدیل کنیم که هر جای جگر خونی پیدا میکنیم زن، مرد، خود، کلان خانه یاد ما بیاد. نه که خانه را زندانی جور کنیم که هر کدام بگوییم از این چی میکنیم فرار. مثل ازم خیرات خور نچک آمد گفت خاله جان یک در برگم شد. خاله جان یک تکک نان گفت نیست. خاله جان کمی چای خوش کرد گفت نیست. غال مغال میکرد برو گفت خنداغا را صدا میکنم گفت کسی اخلاق تو داری خنداغا وقت گریخته. ای تو اخلاق زشتی داشته باشیم که کلی از خانه فراری باشه صبح وقت